متین چکمز، او در این سریال نقش رضا را بازی کرد. او در سال 2021 در سن 76 سالگی درگذشت. دینیز اوگور، او یکی از زیباترین بازیگران ترک می باشد. او در این سریال نقش صنم را بازی کرد. او اکنون 49 سال سن دارد. وحیده پرچین، او در این سریال نقش زهرا را بازی کرد. او اکنون 58 سال سن دارد. ملی سلجوق، او در این سریال نقش مهمت را بازی کرد. او اکنون 38 سال سن دارد. یوسف آگون، او در این سریال نقش کارایا را بازی کرد. او اکنون 38 سال سن دارد. صدف شاهین، او در این سریال نقش جانسو را بازی کرد. او اکنون 31 سال سن دارد. چاتای اولسوی، او در این سریال نقش امید را بازی کرد. او اکنون 32 سال سن دارد. آزل کایا، او در این سریال نقش فریحه را بازی کرد. او اکنون 32 سال سن دارد.